هر چیزی که از شعر کلاسیک جدا میشه خیلی بهش میگن شعر سفید، ولی این شکلی هم نیست. شعر سفید مؤلفه‌های خاص خودش داره. ما بعضی که جناب نیما شعر کلاسیک رو اون فرم رو شکست، نه که کل شعر رو، اون فرم رو شکست و وارد فضای شعر نیمایی شد. وزن همچنان گریبانگیرش هست، دستمایش وزنه و نمیتونه فرار بکنه و بعد شعر سفید میاد. و چرا اینقدر طولانی و به این گسترش پیدا میکنه؟ اول که ما در هر چیه ما باید ثابت بکنیم این فرهنگ هنر چی هست. اگر فرهنگ قابل انتقاله، اگر هنر قابل آموزشه، گذشت اون زمان که میگه شاعر 50,000 تا بیت حفظ بشه میشه شاعر. الان شعر اون نیست از دید من. شعر الان معماری وایه است. یعنی شما هر چیزی که می‌نویسی توی کاغذ از نظر من شعره. حالا باید بدید دست کسی که معماری کنه، الان کسی که مهندسی بکنه. بعد من الان شعر میخونم، شعر سفید میخونم، شعر ارتعاش رو میخونم، دنبال میکنم کارهای مدیان رو، شعر پست‌مدرن میخونم، هر چیزی که بهم لذت بده میخونم، کلاسیک کار میکنم. اما شعر سفید راحت ترم باش، من بیشتر ارضا میکنم. اما اگر امروز بخوام شعری تو مایه پست‌مدرن یا ارتعاش رو بخوام بررسی بکنم و نگاه بکنم، مطمئنم ازش لذت میبرم، اما مطمئن نیستم که بتونم اونطور که بایسته است بهش نگاه بکنم و به بینامتن راه پیدا بکنم و تا اونجا که خودم میتونم، تا اونجایی که ذهن سفید سرای من راه میده من میرم. اما اگر نتونم مطمئنا مراجعه میکنم. یک بارم به شما مراجعه کردم، گفتم اینجا منظور چیه، تو درکش نکردم. کسی که این معماری این رو بلده. اما بیاییم به شعر سفید برسیم. شعر سفید چرا بهش شعر سفید تا الان ما جداش میکنیم از باقی شعرها مثل پست‌مدرن یا فرامعش یا شعر ارتعاشی یا شعر حجم یا چیز دیگه؟ به خاطر که شعر سفید زمان که نیما نمیتونه، نکنید اول از که شعر یک رودخونه رو در نظر بگیریم، پایان این رودخونه میرسه به بعد از نیما. هر چیزی که بعد از نیما هست، همین شعرها سفید و پست‌مدرن الی آخر، ما رودخونه های در نظر میگیریم داره میاد با یک بستر تنگ، اون غالب وزن لطیف واقعه، فشار میاد به بدن داره میاد. شما رفتون کنار دریا، یه دفعه باز میشه، وسعت پیدا میکنن. اون وسعت پیدا کردن، خارج شدن از اون غالبه، اون غالب وزن و وافیه و ردیف و اون چارچوبه. حالا چی اتفاق میفته؟ دست و بال شاعر برای خیلی چیزا باز میشه. ترکیب سازی، تطبیق سازی، قرینه سازی، جایگزینی واژه‌ها در تو، در محور طولی، در محور عرضی. همه این اتفاقات برای شاعر میفته و فلسفه‌ای که شاعر پشت شعرش داره میندازه توش. ما الان فکر کنیم سعدی مثلا الان زنده بود مثلشو، ولی اگر آینه زنگار نبسته بود، اگر الان زنده بود، ما میگیم شعر زبان امروز این نیست که ما مثلا بیاییم بگیم همین صحبت داریم میکنیم همین شعر هم گفتیم. نه، میشه اینطوری بگیم، میشه به شعر گفتار میتونیم اینطوری بگیم. ولی کلا اگر سعدی زنده بود باز هم میگفت ولی اگر آینه زنگار نبسته بود نمیگفت، چون آینه‌های اون موقع آینه نبود، شیشه نبود، یه ورق بود، اینقدر میسایدن تا سفید بشه، ساخت بشه. حالا که زنگار میگه، زنگارش میگرفتن دوباره ساخت میشد. پس اگر بود دیگه زنگار نمیگفت. بحث من بحث کلاسیک اینه که به اون شیوه صحبت کرد. وگرنه ما توی کارهای شاملو هم خیلی شعرها رو داریم که کلاسیکه، گفتار کلاسیکه، نگاه کلاسیک نیست، گفتار کلاسیک. حالا شعر سفید مؤلفه‌های خاص خودش داره. شعر سفید اولین چیزی که وجود داره توش فرم و ساختار شعره.
فرم و ساختار شعر در تمام شعر وجود داره، در کلاسیک، در نیمایی، در گفتار، در همه چی وجود داره. تو هر شکلی که شما شعرتون می‌نویسید غالب ساختار و فرم یکیه و همین گره خورده است. اما در شعر سفید چه اتفاقی میفته؟ ما در شعر پست مدرن آقای رسول یونان داره کار میکنه، کار کرد نتونست ادامه بده. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا اون حجم رو، اون شاید گنجایش رو اون شعر نداشت که بتونه کار بکنه، یا این نداشت. برمیگرده شعر سفید. شعر سفید تفاوتش با اون چیه؟ شما میتونی بنویسی پست مدرن رو، ببری بیرون بزنی از متن، دوباره از جایی که ادامه بدی ارجاع بدی، واژه رو به واژه قبل ارجاع بدی به سطح قبل. در شعر سفید شما حتما باید ساختار پلکانی رو حفظ کنید بی شک. یعنی شما اگر از ویرگول استفاده نکنید در شعر سفید، این باعث میشه که شما سطح بالا با سطح پایین و یک مخاطب عادی نهید. الان من 100 تا شعر سفیدم بنویسم بدون ویرگول، مطمئنم و 100% یک مخاطب حرفه‌ای مثل آقای مهدیان یا کسی دیگه که میخونه متوجه منظور شاعر میشه. چون شعر سفید مثل باقی شعرهای آزاد دیگه بعد از نیما دیداریه، شنیداری نیست. شما مثلا علای آی آسراقیت در کسن ولها بهش آسان نمود ولی افتاد مشکل ها. هر شنوندی میشه میگه وضعش مشکل داره و ناول ها نگو این شنیداره. اما شما شعر سفید میخونی مثلا بارتون بهار خنده زد و ارغوان شکفت، در خانه زیر پنجره گل داد یاسمین، دست از گمان بدار، بگو پله 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 پله. هر جا که نفس و احساس تموم میشه یه پله میخوره. وارتان بهار خنده زد و ارغوان شکفت، در خانه زیر پنجره گل داد یاسمین، دست از گمان بدار. اگه من اینو بنویسم مطمئنا یه مخاطب حرفه‌ای وقتی رو میخونه تا زیر هم بنویسم، هر از پشت سر هم بنویسم، یه مخاطب حرفه‌ای وقتی رو میخونه میدونه اینجا من مکس دارم میره پله بعدی. اما یه مخاطبی که حرفه‌ای نباشه بی برو برگرد تو انتقال معنا مشکل پیدا میکنه، نمیتونه معنا رو پیدا کنه. معنا رو که پیدا بکنه نکنه نمیتونه با مؤلف ارتباط برقرار کنه. عدم ارتباط با مؤلف یعنی که عدم شناسایی فلسفه‌اش، عدم شناختن زبانش، عدم شناختن نوع نگاهش و همه چی، فقط خون. پس اولین چیزی که در شعر سفید مهم است و مطرح است نوشتار درست استفاده از ویرگول فاصله گذاری است و اونم به شیوه پلکانی، همونطور که شما انجامش میدید شعر سفید. مسئله بعدی در شعر سفید که خیلی مهمه، حتی از فاصله گذاری شاید مهمتر، ایجازه، موجز بودن کلامه. من الان میگم من کتاب بی‌نوایان رو ویکتور هوگو رو خوندم، شما با اونو مخاطب اینو خلاصش کن. خلاصش کنم من کتاب بی‌نوایان ویکتور هوگو رو خوندم. من بی‌نوایان رو خوندم تا حدود درسته. تا حدود چرا؟ وقتی بی‌نوایان خود به خود ویکتور هوگو همراهش هست، پس نیازی نداره ویکتور هوگو اشاره بکنم، میشه ایجاز. حالا ویکتور بی‌نوایان رو خوندم، من دیگه نیاز نیست که اضافه است. خوندم، من خوندمش، پس بی‌نوایان رو خوندم. نیاز بمیگن اینجاست در کلام، هرچی موجزتر بهتر. خیلی جا ما میاییم را رو به عنوان حذفش بکنیم، خیلی جا اصلا نباید باشه، الزامه و بعد تو حذف میکنیم. اما جایی که ایجاد بکنه، اما جایی واقعا لازم که باید بذاریم اینو، باید وجود داشته. پس همه جا ایجاز به کار نمیاد، جایی که لازم به کار میاد، جایی لازم به کار نمیاد. پس میشه ایجاز در کلام.
میام مسئله بعدی ترکیب سازیه. چیزی که دست شاعر بعد از نیمایی رو باز میکنه. وقتی میگم بعد از نیمایی، از همه شعرهای بعد از نیماست. گفتار، سپید، ادعاش، پست‌مدرن، هج دیگه الی آخر دیگه. خب چیزی که دست شاعر بعد از نیما رو باز میکنه، اون بستری که عرض کردم میرسی به دریا برباز میشه، اون بستر ترکیب سازی، چیزی که قدرت یک شاعر رو در ارائه مطلب و ارائه چیزی که میخواد بده باز میکنه. شیراهن کو مردی چنین عاشق، از شاملو مثال میزنم که دیگه حاشیه هم بریم. شیر قویه، کو استوار، مرد عاشق. شیراهن کو مردی چنین عاشق، میدان خونین سرمش به پاشه آشیل در نوشت. میتونست این ترکیب رو کسی به شاملو نمیتونه پیدا بکنه، و شاملو باشه این ترکیب رو پیدا بکنیم. ما بیچرا زندگانی مانان به چراغ به خداگاهانم. باید شاملو باشی تا این ترکیب رو پیدا بکنی و بیاریش. ترکیب سازی قدرت یک شاعر رو در شعر پسانینا و اون بستر بزرگ که وسعت پیدا میکنه نشون میده. دست شاعر بازه این ترکیب سازی، ترکیب ساختن، آوردن توی شعر، استفاده کردن و چیز دیگه که به ذهنم میرسه در شعر تا اینجا سوالی نیست، من ادامه بدم. حرفی هست من اگر کس من ادامه بدم. پس تا این مقولی میگذاریم، میاییم به زبان. بارها شنیدید زبان در شعر، زبان در شعر، زبان شاعر، زبان شعر. این خیلی جالبه. هر کسی زبان رو یک جوری معنی میکنه. هر کسی میگه اصلا شعر رو معنی میکنه. میگه شعر چیه؟ میگه به قول ارسطو این، به قول ارسطو اون. من بچه‌ای که با من شعر کار میکنن بهشون گفتم، یک نفرم که شاهد قضیه هست به گفتار خودم، که بهشون میگم هر چی نوشتید بنویسید شعره، بعداً بهش مراجعه بکنید، تصاویر زیباشو بکشید، جای دیگه استفاده بکنید. استفاده میشه، نه نزدیک همشون استفاده میشه. چرا؟ چون از مخیلتون داره میاد بیرون. چرا؟ چون ذهنتون داره کار میکنه. چرا؟ چون تمام تخیل، قوه تصویر سازیتون همه داره کار میکنه و یه چیزی نوشته، مثلا در مورد این و همچنان نیمه مانده است، بس زحمت کشیدین گفتی نیمه مانده است، بعدا از همین توی یک شعر میتونی استفاده کنی، ننداز بود این شعره. اما کجا به کارت میاد؟ تو شعر بعدی شاید الان به کارت داد، تو شعر بعدی بعدا چی به کارت میاد؟ اون مهندسی واژه که به دیدستی مهندس یا معمار شعر برات ویراستاری کنه، برات درست کنه، کمکت کنه و این بکنه یه شعر، چیزی که به شعر بگی. وقتی میگیم سپید نمیگیم نثر سپید، میگیم شعر سپید. چرا؟ چون این مؤلفهایی که من دارم میگم رو رعایت میکنه. پس ترکیب سازی جزئی لایفک از باقی مسائل شعر سپید، مثل ایجاز، مثل ساختار هست. نمونم مثال زدم از دو تا از شاملو.